خوش اومدید دوستان عزیز به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو آنباکسینگ داریم. آنباکسینگ یه کنترلری که جدید خریدمش و به نظرم واقعا قابلیت‌های خوبی داره نسبت به قیمتی که داره و دیگه کنترلر خودمون خیلی اوضاع خیت شده بود دیگه، وقتش بود که بفرستیمش بره قبرستون. خلاصه این کنترلر رو جدید خریدم، می‌خوایم که با هم دیگه بریم بازش بکنیم، تستش بکنیم روی گوشی و اینکه بگم چه قابلیت‌هایی داره و این تو چیزا. دیگه لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لیتس گو، بزن بریم سراغ آنباکسینگمون. خب بریم سراغ آنباکسینگمون. اسم خاصی نداره، فقط نوشته گیم پد. بذار اینجا بهتون نشون بدم اینا گیم پد و اینجا نوشته که برای گوشی اندروید و تبلت‌های اندرویدی قابل استفاده است، برای آیفون و آیپد هم قابل استفاده است و برای پی سی هم قابل استفاده است، برای وی آر هم قابل استفاده است، دستگاه‌های وی آر. و اینجا نوشته که support for iPad, iPhone, smart box, smart TV و تلویزیون هم وصل میشه. خلاصه همه کار است دیگه، به همه چی وصل میشه و یه بریم آنباکسینگش بکنیم ببینیم پیش چجوریه. یه چیز خاصی که فکر نکنم توش باشه، یه خود کنترلر باشه، تهش خود کنترلر باشه و تمام. و بله چیز دیگه توی باکسش که نیست. باکسش رو میذاریم اینجا. بدون دفترچه داریم که فوق‌العاده چینی نوشته و البته زبان انگلیسی هم داره. بذار زبان انگلیسیشو ببینید چی نوشته. نوشته که این دکمه و این دکمه رو بگیرید برای اندروید تیوی فعال میشه، یعنی میره تو مود اندروید تیوی. این دکمه و این دکمه رو بگیرید میره توی مود اندروید، میشه کنترلر عادی اندروید. این دکمه و این دکمه رو بگیرید میشه کنترلر آی او اس. مودهای مختلف داره خلاصه. و این دکمه و این دکمه رو هم که بگیرید میره برای آیپد و نمیدونم آی او اس ام اف آی، نمیدونم چی آی او اس ام اف آی. و دیگه گفته که این دکمه رو هم بگیرید میره روی مود نینتندو، به نینتندو سویچ هم وصل میشه. مود نینتندو سویچ هم داره، به نینتندو سویچ هم حتی وصل میشه. و دیگه کابلش هم اگه وصل کنید به خود کنترلر به PS3 و به PS4 هم حتی وصل میشه. اینجا اینها این قسمت هست، به PS4 و به PS3 هم وصل میشه. دیگه PCX انبوکس هم به دیگه این دکمه و این دکمه رو بگیرید میشه مود PC، میشه کنترلر PC. بعد دیگه خلاصه به همه چی وصل میشه دیگه. و خوبه اینکه یه کنترلر داشته باشه که به PS3، به PS4، به ایکس باکس، نه البته به نینتندو سویچ، به تلویزیون اسمارت تیوی، به پی سی، به موبایل، به تبلت، به همه چی وصل بشه. خوبه دیگه. خلاصه حالا از دفترچش بگذریم. این زیرش که چیزی نیست، یه دونه استند داریم اینجا. استند فکر کنم به خود گوشی وصل میشه و میره توی کنترلر قرار میگه تا که گوشی رو این قسمت بالاش اینجا قرار بدیم تا که بتونیم با گوشی بازی بکنیم. و یه دونه کابلم داره. کابلش هم چندان بدک نیستش دیگه. حالا کیفیتشون هم افتضاح نیست ولی اونقدر خوبم نیستش، متوسطی کیفیت کابلش هم. حالا به کابل این چیزاش کاری نداریم. بریم سراغ خود اصل داستان. اصل داستان اینم از کنترلر جدید ما. جدیدن خریدم دیگه. کنترلر قبلی خیلی اوضاعش خیت بود و کیفیت ساختش تو دستت بگیری یه جور مثل کیفیت دسته ایکس باکس. دسته ایکس باکس خودشه. کیفیتش در همونه ولی دسته ایکس باکس یه ذره فکر کنم سنگین‌تره. جلدش خورده کلفتره، خورده سنگین‌تره، ولی این یه خورده جلدش نازک‌تره ولی کیفیت ساختش تقریبا همون جوریه. دکمه‌ام کاملا نرم و روونن، مثلا اونجوری نیستش که بزنی گیر بکنن یا گیری داشته باشه یا کیفیتش پایین باشه. کیفیت دکمه‌هاش هم واقعا خوب و عالیه. یه دکمه داره دیگه، از اینجا اینو بزنین مودهای مختلف، مثلا اینو بگیرین. دیگه بهتون گفتم دیگه مثلا مودهای مختلف میتونین بفرستیمش بره تو مودهای مختلف برای استفاده خودمون دیگه. حالا آنباکسینگش همین قبول دیگه. بریم روی یه گوشی تستش بکنیم، روی گوشی خودم ببینیم که چی میشه. خب میریم سراغ کنترلرمون. این خودشه. یه استندم داره. این استند رو باید اول بهش وصل بکنیم تا که بتونیم گوشیمون رو روش بذاریم. حالا من نمیدونم دقیق چه جوری وصل میشه. بذارید فکر کنم همین جوری. آره یکم که از این پایینش فشار بدید این زیرش که جا بیفته به نظرم خیلی محکم میشه. فقط من همین اول کار نزنم بشکنمش. خب وصل شد. استندش رو وصل کردیم. خیلی هم محکم میچسبه و اگه بخوام براتون باز بکنم اینقدر باز میشه، تقریبا یه تبلت کوچولو جا میشه روش. گوشیمون رو بذاریم روش ببینیم که گوشیمون هم روش محکم میچسبه آیا یا نه. خب
اینم از گوشیمون هم واقعا محکم چسبیده. حالا میریم سراغ بازی کردن. گیم ها باز میکنیم، وصلش باید بکنیم. اول بلوتوث گوشیمون رو که روشن بکنیم و دکمه X و دکمه پاور رو که نگه داریم میره رو حالت اندروید. گفتم دیگه چندین حالت داره. رو حالت اندروید که برید به محضی که روشن بشه فوری وصل میشه به گوشیتون. خیلی سرعت وصلش خیلی بالاست، سریع وصل میشه، هیچ دردسر و مکافات دیگه ای نداره و به محضی هم که وصل بشه فوراً میتونید که بازی بکنید. اصلا دیگه کار خاصی دیگه لازم نیست بکنید و گیم ها هم کاملا ساپورت میکنه. همینطوری که دارید میبینید میتونید که بازی های مختلف رو اصلا دیگه خیلی راحت روش بازی بکنید. حالا ما به نظرتون بریم سراغ کدوم بازی های استیم رو اینجا داریم، میتونیم که از روی استیم اینا رو بازی بکنیم. به نظرتون کدوم رو بازی بکنیم؟ خب من بازی رزیدنت اویل رو نصبش کردم. بریم تست بکنیم کنترلر رو، ببینیم که عملکردش چجوریه. شارژ دهی کنترلر رو باید در دراز مدت بررسی بکنیم ببینیم که چند ساعت شارژ نگه می‌داره. فعلا که نمیتونم چیزی بگم، روی باکسش هم که چیزی ننوشته بود، ولی به نظرم شاید در حدود 3-4 ساعت شاید نگه داره. حالا دقیق من نمیدونم، بعد تستش بکنم ببینیم که چقدر شارژ نگه می‌داره. خب اومدیم سراغ بازی دیگه. یکم فضای بازی روشن‌تر باشه شما هم بفهمید چی به چیه. خب بازی شروع شد، فیلم‌های بازی رو رد کردیم. از خود کنترلر بخوام بگم دقت حرکتش خوبه، دکمه‌ها نرمن، روونن، کیفیت ساختش هم نسبتا خوبه، نسبت به قیمتش عملکرد خوبی داره، راضی کننده است. و اینکه دیگه بریم بازی رو بازی بکنیم ببینیم که چه جوریه. خب بریم یکم پارکور بکنیم. واقعا حال میده با کنترلر جدید، واقعا لذتش خیلی بیشتره. کنترلر قبلی منو اگه ببینید اصلا تشماتم میریزه، میگید چجوری تو با این بازی میکردی. حالا بعدن هم اگه شد بهتون نشونش میدم، ولی حالا دیگه با این جدیده خیلی بیشتر حال میده، مخصوصا که استندم داره دیگه. میتونیم که خب یکی رو که فرستادیمون دونه بریم سراغ بعدی. بپر آفرین. خب کارش تمومه. اوکی. خب به شارژش هم که بزنیم از طریق کابل به کامپیوتر که وصلش بکنیم هم میتونیم از طریق کابلی بازی بکنیم. بازی ها رو روی کامپیوتر با این دسته. از طریق بلوتوث هم میتونیم وصل بشیم به خود کامپیوتر و شارژش هم دیگه از طریق همین کابل میشه. دیگه واقعا کنترلر نسبتا خوبیه، همه کاریه به همه دستگاه‌ها، از وی آر بگیر تا PS3 و PS4 و نینتندو سویچ و کامپیوتر و موبایل و به همه دستگاه‌ها تقریبا میتونیم بگیم وصل میشه. رنگ بندی های مختلف داره و اینکه کیفیت ساختش نسبت به قیمت 2700 خوبه و اینکه شارژش رو دقیق نمیدونم، شاید شارژش هم خوب باشه. اگه شما دوست داشتید میتونید تهیه‌اش بکنید، قیمتش ارزونه و راحت بازی ها رو با خیال راحت بازی بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه از این نوع سبک ویدیوهای آنباکسینگ دوست دارید بیشتر براتون بذارم. خداحافظ تا ویدیو و آنباکسینگ بعد.